با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی. سامیان گرامی، حالا گفتار 14 را از روی یکی از شاهکاری‌های بی‌نظیر ادبیات فارس و تاجیک، بوستان سعدی، در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف بشنوید. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. ادامه باب سیوم در ایشت. ثمر قند داشت، جمالی گرو برده از آفتاب، ز شوخیش بنیادی تقوی خراب. تعالل له از حسن تا غایتی، که پنداری از رحمت است آیتی. همی رفتی و دیده ها در پیش، دلی دوستان کرده جان بر خویش. نظر کردی آن دوست در وی نهفت، نگه کرد باری به تندی و گفت که ای خیره سر چند پویی پیم، ندانی که من مرغ دامت نیم. گرت باری دیگر ببینم به تیغ، چو دشمن ببرم سرت بی دریغ. کسی گفتش اکنون سری خویش گیر، از این سهل تر مطلبی پیش گیر. نپندارم این کام حاصل کنی، مبادا که جان در سری دل کنی. چو مفتون صادق ملامت شنید، به درد از درون ناله برکشید. که بگذار تا زخم تیغی هلاک، بغلطاندم لاشه در خون و خاک. مگر پیش دشمن بگویند و دوست، که این کشته دست و شمشیری اوست. نمی بینم از خاک کویش گریز، به بیداد گو آبرویم بریز. مرا توبه فرمایی ای خود پرست، تو را توبه زین گفته اولاتر است. ببخشای بر من که هر چو کند، وگر قصد خون است نیکو کند.
بسوزاندم هر شب آتشش. سحر زنده گردم به بوی خوشش. اگر میرم امروز در کوی دوست، قیامت زنم خیمه پهلوی دوست. مده تا توانی در این جنگ پوشت، کی زنده است سعدی که عشقش بکشت. یکی تشنه می گفت و جان می سپرد، خنک نیک بختی که در آب مرد. بدو گفت نابالغی که عجب، چو مردی چی سیراب و چی خشک لب. بگفتا نه آخر دهان تر کنم، که تا جان شیرینش در سر کنم. فتد تشنه در آبدانی عمیق، که داند که سیراب میرد غریق. اگر عاشقی دامنی او بگیر، وگر گویدت جان بده گو بگیر. بهشتی تن آسانی آنگه خوری، که بر دوزخی نیستی بگذری. دلی تخم کاران بود رنج کش، چو خرمن برآید بخسبند خوش. در این مجلس آن کس به کامی رسید، که در دور آخر به جامی رسید. چون این نقل دارم ز مردان راه، فقیرانی منعم گدایانی شاه. که پیر به دریوزه شد بامداد، دری مسجد دید و آواز داد. یکی گفتش این خانه خلق نیست، که چیزی دهندت به شوخی مایست. بدو گفت این خانه کیست پس، که بخشایشش نیست بر خاری کس. بگفتا خموش این چه لفظی خطاست، خداوند خانه خداوند ماست. نگاه کرد قندیل و محراب دید، بسوز از جگر نعره‌ای برکشید. که حیف است از اینجا فراتر شدن، دریغ است محروم از این در شدن. نرفتم به محرومی از هیچ کوی، چرا از دری حق شوم زرد روی. همین جا کنم دست خواهش دراز، که دانم نگردم تهی دست باز. شنیدم که سال مجاور نشست، چو فریاد خواهان برآورده دست. شب پای عمرش فرو شد به گیل، تپیدن گرفت از ضعیفیش دل. سحر برد شخص چراغی به سر، رمق دید از او چون چراغی سحر. همی گفت غلغل کنان از فرح، و من دق باب الکریم انفتح. طلبگار باید صبور و حمول، که نشنیدم کیمیاگر ملول. چی زرها به خاکی سیه در کند، که باشد که روز میس زر کند. زر از بهر چیز خریدن نکوست،
نخواهی خریدن به از ناز دوست. گر از دلبری دل به تنگ آیدت، دیگر غمگساری به چنگ آیدت. مبر تلخ عیشی ز روی ترش، به آبی دیگر آتشش باز کوش. ولی گر به خوبی ندارد نظیر، به اندک دل آزار ترکش مگیر. توان از کسی دل بپرداختن، که دانی که بی او توان ساختن. گفت چو دیدی کزان روی بسته است در، به بی حاصلی سعی چندین مبر. به دیباچه بر اشک یاقوت فام، به حسرت ببارید و گفت ای غلام. به نومیدی آنگه بگردیدمی، از این ره که راهی دیگر دیدمی. مپندار گر وی اینان برشکست، که من باز دارم ز فتراک دست. چو خواهنده محروم گشت از دری، چه غم گر شناسد دری دیگری. شنیدم که راهم در این کوی نیست، ولی هیچ راهی دیگر روی نیست. در این بود سر در زمینی فدا، که گفتند در گوش جانش ندا. قبول است اگرچه هنر نیستش، که جز ما پناه دیگر نیستش. یکی در نشابور دانی چی گفت، چو فرزندش از فرض خفتن بخفت. توقع مداری پسر گر کسی، که بی سعی هرگز به جایی رسی. سمیلان چو بر می نگیرد قدم، وجودی است بی منفعت چون عدم. طمع دار سود و بترس از زیان، که بی بهره باشند و فارغ زیان. شکایت کند نوعروسی جوان، به پیر سی دامادی نامهربان. که مپسند چندین که با این پسر، به تلخی رود روزگارم به سر.
کسانی که با ما در این منزلند نبینم که چون من پریشان دلند. زن و مرد با هم چنان دوستند که گویی دو مغز و یکی پوستند. ندیدم در این مدت از شوی من که باری بخندید در روی من. شنید این سخن پیری فرخنده فال، سخندان بود مردی دیرینه سال. یکی پاسخش داد شیرین و خوش، که گر خوب روی است بارش بکش. دریغ است روی از کسی تافتن، که دیگر نشاید چنو یافتن. رضا ده به فرمان حق بندوار، که چون او نبینی خداوندگار. چرا سرکشی زان که گر سر کشد، به حرفی وجودت قلم در کشد. یکم روز بر بنده دل بسوخت، که می گفت و فرماندهش می فروخت. تو را بنده از من بهفتد بسی، مرا چون تو دیگر نیفتد کسی. طبیب پری چهره در مرد بود، که در باغ دل قامتش سرد بود. نه از درد دلهای ریشش خبر، نه از چشم بیماری خویشش خبر. حکایت کند دردمند غریب، که خوش بود چند سرم با طبیب. نمی خواستم تندرستی خویش، که دیگر نیاید طبیبم به پیش. بسا عقل زورآوری چیره دست، که سودای عشقش کند زیر دست. چو سودا خرد را بمالید گوش، نیارد دگر سر برآورد هوش. یکی پنجه آهنین راست کرد، که با شیر زورآوری خواست کرد. چو شیرین به سرپنجه در خود کشید، دیگر زور در پنجه خود ندید. یکی گفتش آخر چه خسبی چو زن، به سرپنجه آهنینش بزن. شنیدم که مسکین در آن زیر گفت، نشاید بدین پنجه با شیر گفت. چو بر عقل دانا شود عشق چیر، همان پنجه آهنین است و شیر. تو در پنجه شیری مرد اوژنی، چی سودت کند پنجه آهنی؟ چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی، که در دست چوگان اسیر است گوی. میانی دو عمزاده وصلت فتاد، دو خورشید سیمای مهتر نژاد. یکی را به غایت خوش افتاده بود، دیگر نافر و سرکش افتاده بود. یکی خلق و لطفی پریوار داشت، یکی روی در روی دیوار داشت. یکی خویشتن را بیاراستی، دیگر مرگ خویش از خدا خواستی.
پسر را نشاندند پیرانی دیه، که مهرت بر او نیست مهرش بده. بخندید و گفتا بصد گوسفند، تغابن نباشد رهایی ز بند. به ناخن پری چهره می کند پوست، که هرگیز بدین کی شکیبم ز دوست. نه صد گوسفندم که 300,000، نباید به نادیدنی روی یار. تو را هرچی مشغول دارد ز دوست، اگر راست خواهی دلارام توست. یکی پیش شوریده حالی نشست، که دوزخ تمنا کنی یا بهشت. بگفتا مپرس از من این ماجرا، پسندم آنچ او پسندد مرا. به مجنون کسی گفت که نیک پای، چی بودت که دیگر نیایی بهای؟ مگر در سرت شوری لیلی نماند، خیالت دیگر گشت و میلی نماند. چو بشنید بیچاره بگریست زار، که ای خواجه دستم ز دامن بدار. مرا خود دلی دردمند است و ریش، تو نیزم نمک بر جراحت مریش. نه دوری دلیل صبوری بود، که بسیار دوری ضروری بود. بگفتی وفاداری فرخنده خوی، پیامی که داری به لیلی بگوی. بگفتا مبر نام من پیش دوست، که حیف است نامی من آنجا که اوست. یکی خرده بر شاه غزنین گرفت، که حسن ندارد ایاز ای شگفت. گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. که عشقی من خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. شنیدم که در تنگنای شتور، بیفتاد و بشکست صندوق دور. به یغما ملیک آستین برفشاند، وز آنجا به تعجیل مرکب براند. سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملیک جز ایاز. نگه کرد که دلبری پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، من اندر قفای تو می تاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. خلافی طریقت بود کاولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست حشمت به احسان اوست، تو در بندی خویشی نه در بندی دوست. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوشی دل از غیب راز.
حقیقت سرایی است آراسته، هوای و هوس گردی برخاسته. نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. مرا یک درم بود برداشتند، به کشتی و درویش بگذاشتند. سیاهان براندند کشتی چو دود، که آن ناخدا ترس بود. مرا گریه آمد ز تیماری جفت، بران گریه قهقه بخندید و گفت: مخور غم برای من پرخیرد، مرا آن کس آرد که کشتی برد. بگسترد سجاده بر روی آب، خیال است پنداشتم یا به خواب. ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت، نگه بامدادان به من کرد و گفت: تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد و ما را خدای. چرا اهل معنی بدین نگروند، که ابدال در آب و آتش روند. نه طفلی کز آتش ندارد خبر، نگه داردش مادری مهربر. پس آنان که در وجد مستغرقند، شب و روز در عین حفظ حقند. نگه دارد از تاب آتش خلیل، چو تابوت موسی ز غرقاب نیل. چو کودک به دستی شناور در است، نترسد وگر دجله پهناور است. تو بر روی دریا قدم چون زنی، چو مردان که بر خشک تردامنی. گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش، به عزت کنی پند سعدی به گوش. که اغلب در این شیوه دارد مقام، نه در چشم و زلف و بناگوش و خواب. شنوندگان ارجمند، شما گفتاری 14 را از روی بوستان سعدی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردانی برنامه شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.